سلام تیزم، خوش اومدید به ویدیو. توی ویدیو میخوایم این میوه رو بایستم بیارم و بچه هم بسیم بدم. این دوتا میوه رو چیز کنید بایستم کنید بیا. که اون چیه؟ اون کیویه؟ اون چیه؟ این کیوی خونی، اینم میوه کاکتوس. کیوی خونی داریم مگه اصلا؟ آره توش یه ذره خونی داره. بیا ببینیم چیه. بچه تا وقتی که فعلا من این دوتا رو باز نکردم یه کار شما باید کنید، لایک کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم بذارید روی آل تا هر وقت ویدیو جدید میذارم یوتیوب بهتون خبر بده تا اولین میدید. همین. خب الان بریم اول از چی شروع کنیم آقای فیلم بردار؟ کیوی باز کنی چجوری؟ عمره اگه خونی باشه چیزی بگم؟ چیه؟ من خودم بلد بزن ویدیو رو استاپ کنم الان میام. نیستم که درست. خب حالا شروع شد. به تو تونستیم اونو بکنیم بالاخره بعد از سالها. بچه توش اینطوریه. بیا ببینم. پشمام یه بافت کیوی طوریه. بعد آقای فروشنده به من گفت این مزه انجیر میده. عمرن گفت انجیر و کیوی کم مزه ان بده. آقای فیلمبردار راست دیگه آجی، من حرفشو باور. بچه ببینید این خیلی سخت کنده میشه. بذار بریم ویدیو رو حساب کنم من برای چیز میکنم. خب بچه هم بعد چند تا تلاش نتونستیم خب اینو پوستش بکنم. حالا چند تا اصلا ببینیم مزهش چطوریه. یکم بکن بده من. این مثلا این کناراشو بکنم بعد حلقه‌ای بکنم که زیاد بشه. وایستا ببینم. این کناراشو بکنم. بچه ببینید یه بافت نرم و نازکی داره که یه از بگی داره فوکس نکرد. بگی فوکس نکرد. بیسه فوکس کن دیگه. نمیکنه ولش کن برو. بچه خون داره میریزه. بگی خب رو بشقاب خودش چه مزه‌ایه به نظرتون؟ خونه میون چیکار میکنی؟ مزه شاید باورتون نشه اما جدی مزه انجیر داد. انجیر کجا این کجا؟ عمرن شما بگید مثلا این مزه انجیر. بچه نگاه نکنید. یه از اون میوه کاکتوسه رو بده من. بیا کاکتوسه رو من بگیر. این چیه؟ شبیه بادمجونه. بچه ببینید این میوه رو من از میوه فروشی گرفتم. این میوه فروشی رو نمیده به تو. میوه فروشی ترور نه میوه فروشی. بچه بذارید ترر والا نمیشه بابا. این رو برای آقای فیلم بردار چیز کردم. مرسی بده من. خب اونو بده. رد کن بیار. حلقش کنم برات بیرم رد کن بیار. بده همون دوتا هم بده. میخوام مثلا نده صلوات بده من. مثلا همینو بگم تو حلقه بچه احساس میکنم دوست دروغ میگه. من زنجیر نمیدم. خوناشو تو باید میخوردی. ببینم یه ذره خون برات بریزم. تو داشت آقا قیافه رو بلند شو. بده من ببینم. خودم بچه تا حالا شیرینه ولی خب مزنجیر اینو زیاد تست نمیدم. نکردم. مثلا بشورش. خب مزه باحالی داره آجی. مزه باحال ولی داره ولی خب خیلی شیرینه. دار که نه نه مزه شیرینه. اما خب آقای خوشت اومد؟ آره خوب بود. ناموسم خوب. دوباره بریزم؟ نه خودت کوف. با پوست نمیخورم معمولا اونها. من میخوام. کوفتت بشه. بچه این آدم خوشخنده هست.
ایشالا ویدیو 5 منم نشون میدم خودم آره کیم. بچه‌ها یه ویدیو 5 نه، اگه این ویدیو به نزدیک 20 تا لایک بگیره، من تازه یوتیوب رو شروع کردم، تو خود من چهره آقای فیلم بردار رو نشون میدم، جدی. منم تا چهره پس تو رو نشون میدم. چی؟ هیچی خب بفرمایید. چی گفتی؟ هیچ بفرمایید من بفرمایید. نمی‌تونم تو حرف. باشه بفرمایید. وقتی گرفت تا پس رو الان تجدید رسمی مدرسه هاست، اگه 20 تا بگیره تا پس فردا جدی آقای فیلم بردار چهرهش بابا نشون نکن این میده. کارو. 20 تا